سلام. بریم برای ادامه سوالات جمعه با کوله پشتی 18 آبان ماه 1403. سلام. بریم که ببینیم سوالات چی بوده و جوابای ما چی هست. اولیش در مورد داروهای مورد نیاز تو سفر بود که پریسا 2 تا پست براش آماده کرد، توی اینستاگرام گذاشتیم، توی یوتیوب هم گذاشتیم. گفتن که واسه پوکت میشه ملاتونین برد. ملاتونین تا دوز 5 میلی گرمش مثل به عنوان مکمل حساب میشه، یعنی در واقع دارو حساب نمیشه و خب مشکلی نداره، میتونم ببرم. البته بالای 5 هم فکر نمی‌کنم گیر بدم، ولی خب برای اینکه خیالتون راحت باشه نهایتا همون 5 میلی گرم بره. بالا 5 هست. آره تا 10 هست تو ایران. گفتن که برای شفق قطبی لباسای خاصی باید تهیه کرد با توجه به دمای هوا. obviously yes. یه سری لباس خاص داره، یه بیس لایر داره، یه کاپشن حالا نیمه سنگین داره، یه شلوارای خاص داره، کفش خاص داره که حالا باید به ترتیب رو پیدا کنن توی وسایل کوهنوردی فروشی‌ها. آره تمام. آره یکی سوالم گفته که گفته بود از کجا میشه تهیه کرد. از تمامی جایی که وسایل کوهنوردی و طبیعت‌گردی دارن، مخصوصا امسال که دیگه شفق خیلی ترند شده، خیلی راحت میتونید گیر بیارید. به نظر ما هم جنس خوب بگیرید. جنس‌های ایرانی بسیار با کیفیت خوبه. چیزی که ما داشتیم خودش جنس قایا بود، انگلیسیش گایا نوشته میشه، ساخت تبریزم هست و بسیار با کیفیت خوب بود و چند بار بعد از شفق هم ما از اونها استفاده کردیم، مخصوصا کفش و کاپشنش. و مهمترین جای جزء لباس‌های شفق و به نظر ما اون بیس لایره. اون بیس لایره که نمیذاره گرمایی بدنتون هدر بره و گرم نگهتون داره. ثبت نام شفقا کی باز میکنید؟ استرس گرفتم جا بمونم. الان امروز که شنبه داریم اینو ضبط میکنیم، پس فردا بعد ثبت نامش بکنیم. برای چقدر سوال پوکت داریم. به جز خرید و خوراک فقط برای تفریح نفری چند دلار گفتم برای پوکت کافی؟ یادت هست؟ والا بستگی داره. آخه ببین بستگی داره. شما یه جا میری، خب پوکت یه سری سوپرمارکت 7-11 داره، خب بعد مثلا یه ساندویچ مثلا نیم یورو میشه، مثلا نیم دلار میشه ساندویچ، مثلا اونو میگیری میخوری، سیر میشی، دوست داری، برات کافیه و خب ناهار هر وعدتی میشه. یا یکی میگه وای من اومدم مسافرت، میخوام استیک فلان بخورم، غذای فلان بخورم، میرم رستوران 5 ستاره، میرم رستوران 60 ستاره. خب فرق. ولی خب اگه بخوای اقتصادی پیش بری فکر کنم همون 200 دلار 200 تا 300 دلار تازه با خوراک و تفریح نفری 200 تا 300 دلار کفایت میکنه. گفتن که برای تاجیکستان و ازبکستان در سال دیگه اگه امکانش هست یه برنامه بذار. امکانش هست؟ بریم ببینیم چطوریه. خودمون بعد یه دور بریم کشفش بکنیم، یه 4 تا تور لیدر و اینا پیدا بکنیم، چند تا مسیرها رو پیدا بکنیم و بعدش ان شاءالله لباسای لازم برای سفر قطبی که گفتیم. تور اروپا رو کی برگزار میکنید؟ فعلا برنامه‌ای نداریم براش به خاطر ویزا. ایده لینک شدن خانم‌های هم پا سفر مثل خودم برای سفر اروپایی امکان آشنایی از طریق شما هست؟ ببین ما چندین بار این کارو کردیم، ولی مهم اینه که برنامه سفرتون مشخص باشه، تاریخشو بدونید، قیمتشو بدونید، همه این چیزا رو داشته باشید. حالا میگید من یه خانم تنها هستم میخوام قیمت اتاق سینگل ندم، یه هم پا میخوام که با هم دوتایی بریم. چند باری این حرکت رو انجام دادیم، ولی کسایی که برنامه‌شون مشخص نیست میگن میخوایم بریم اروپا، یکی رو برام پیدا کن. خب بعد تاریخش مشخص باشه، از کدوم آژانس میخواین اقدام کنین، چه جوری میخواین برین، چند هست، چقدر ضمانت میخواد، تمام این چیزا مهمه. ما این اطلاعات کامل رو بذاریم، هر کسی پیام داد اطلاعات اکانت شما رو در اختیارش قرار میدیم، ولی مهم اینه که برنامه‌تون کامل مشخص باشه. پیشنهاد سفر با زیر 40-50 تومان در تایم آذر ماه. گرجستان و سرده. خب باشه قشنگه. بعد اونقدرم سرد نیست که بخوای با یاد مثلا. خب الان زمستون ایران هم زمستونه دیگه، مثلا حالا مگه اذیت میشی؟ خب بعد گرجستان مثلا خیلی جاذبه های طبیعیش خوشگله، ولی خب جاذبه شهری و اینا تفلیس هم قشنگه. احتیاجش حتما هوا خیلی مثل تایلند نیست که فقط درگیر آب و هوا باشه. آره. جدا از اون میتونم برم به سمت قازبگی، اسکی چیزام بکنم. جای استانبول هم خوبه، با زیر 40-50 تومن میتونید برین، یه مقداری بارونه، هواش مثل شمال میمونه. دبی هم میتونید برید که ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم. عمان هم میتونید برید. ایران گردی هم که جنوب ایران بهترین وقت شما هست. با کودک 5 سال پیشنهاد سفر خارجی هفته پیش گفتیم.
یک سوال دیگه هم گفتن که بهترین زمان برای گرفتن بلیت پرواز پوکت داخل عید که خب چارتر معمولا و گیرتون نمیاد. تو های سیزنا آژانس‌های بزرگ میان تمام هواپیمایی رو میخرن، تمام صندلی‌ها رو میخرن، پکیج آماده میکنن و میفروشن و بهتره که پکیجا رو بگیرید تا اینکه بخواید خودتون تکی تکی. اولا پرواز خیلی گیرتون نمیاد و معمولا هم پکیجا ارزان‌تر در میاد تا اینکه بخواید دنبال هتل بگردید و دنبال پرواز بگردید. البته که تو اون تایم خیلی گرونه و پیشنهاد ما هیچ وقت این نیست که تو عید سفر برید. مرسی ازتون که همراه ما بودید. کوله پشتی رو فالو کنید، چه تو یوتیوب چه تو اینستاگرام. ممنون. پادکستمون هم گوش کنید. خداحافظ.